سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من از چنل کال آف شو. اومدم با یک ویدیو خفن. واقعا اولین ویدیو من خیلی استرس دارم. واقعا اونایی هم که اولین ویدیوشون بوده خودشون درک میکنم منو. بعد آقا چی میگن، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه، همینطور که از تامنیل و تایتل ویدیو دیدید، قرار توی این ویدیو بهتون آموزش بدم چطوری گانمون رو توی کال اف دیوتی موبایل خوشگل کنیم. خوشگل بوسناناز. خب بچه، این کار سختم نیست، اصلا سخته، نه راحت. اول وارد لوداتتون میشید، یک گان اپیک لجند هر چی که دوست دارید برمی‌دارید، یا اپیک باشه یا لجند. مثلا من 117 دارم، M4 رو دارم. همینطور که دارم می‌دونم من قرار تو همین لحظه 117 رو قرار بردارم. گفتم یا اپیک باشه یا لجند، به جز اینا نمیخونه. بعد آقا واسید ببینید، وارد این بخش میشید، گانی که برداشتید میاد تو بخش کموها. همینطور که میاد یه بخش به نام کمو که همه تون میدونید نظر بنگ و نیم امریکا دیدی و همینطوری گاناشون خوشگل میکنه و چاری دیگه هم ندارید. میاد توی بخش کمو. اینجور که میبینید یه گزینه است به نام کمو پایین سمت چپ. مثلا من میبینید که ندارم، کل 117 رو ندارم. ببین دیگه چقدر بدبختم. حالا نمیدونم چرا ندارم، اون باید داشته باشم. من نصف بازیام با 117 و نداشتنشم واقعا دردناکه. دارم میاری میکنم. نه ببینید، دوباره میام همین اینجا یک کموی دیگه انتخاب میکنم. همین کموی که دارید میبینید، من کلافو کم بازی میکردم و نخوام تازه دستم رسیده. اون که بازی میکرده اینو چیز نکرده، از ایونت ها نگرفت. حالا من یک کمی دیگه من برمیدارم آتیشی. ببینید چه ترکیبی شد. یعنی گان اپیکتون یا لجندتون، که لجندم توی لیگ اسمت از ویدیو قرار بهتون بگم، با این کموهای خوشگل میتونید ترکیب کنید که این ترکیب با باعث میشه که گانتون خوشگل تر به نظر برسه و احساس کنید که یه گونی دستتونه که میتونه همه رو بزنه. اونایی که گون میتیکی لجند دارن بزن. خب حالا یه کمایی انتخاب میکنم که این زیادی خوب نیست. احساس میکنم که فکر کنم همتون اینطوری فکر میکنید مثل من. این زیاد خوب نیست. بله من خیلی بد اسمش هم نمیدونم. این در حد معمولی 9 از 10 میدم بهشت چیه یا عمل بس. خب الان قراره برم روی یه گان لجندری این کارو انجام بدم. بچه فرقی نداره کدوم گان باشه، شاتگان باشه، اسنایپ باشه، نمیدونم رایفل، SMG، LMG، اسولت. واقعا اسکلی دیگه. بعد فرقی نداره. من اینجا M4 به سادگی برمی‌دارم. بعد خوشبختانه گلد M4 رو دارم. بعد این کمو رو انتخاب میکنم. چقدر خوشگل میشه، پشمام آجی، خیلی خوشگل میشه. کموی اصلا میچسبه، میشه انصافم دوست داشتم. بعد پوینتی کموهایی که زیر ترکیب خاصی نمیشه، خوشگل نیست احساس میکنم. اینم استیمون نذاشتم. همه دارن زود بهم درخواست میگن این کمو هم خوب پلاتینیومه. فکر کنم کمو پلاتینیوم بود اسمش، در نمیدونم، فکر کنم هم اتچمنت دوام داره. بچه خیلی خوبه دیگه، اصلا عشق و حال کنید. بچه این بود از این ویدیو. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. حتما چنل ما رو دنبال کنید، ازم حمایت کنید. من وقتی به یک درآمدی برسم قرار بتل پس و اینا اکانت و سی پی رای کنید، این داستان ها جوری بشه. خب به کی؟ خب حالا چی میگن؟ این بود از این ویدیو دیگه. امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. واقعا داریم زحمت میکشیم. من از دور نگاه میکردم میگفتم همه مثلا راه میرن دیگه،
میان میرن مثلا یه ویدیو میندازن، یه ادیت میندازن، بعد دیدم آپلودش نمیره، آدم میمیری. یه ویدیو آپلود کنی هنه تو چی میکنن اصلا، میکنن واقعا هیچ دیگه. خیلی ممنونم از شما، حتما چنل من دنبال کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگر بدرود.